فاطمه. من کسی هستم که همه زندگی فقط با یه گوشی شروع شده، اما واسه خیلی سواله که مگه میشه زندگی آدم یه گوشی باشه؟ آره میشه، چرا نشه؟ وقتی از صبح که بیدار میشی فقط تو باشی و یه موبایل. خب حالا حتما میگی همه ما گوشی داریم، حالا تو چرا زندگی با گوشیه؟ من به خاطر که معلول هستم یه جورایی همه دلخوشی همین گوشی شده. من به خاطر حرف آدما خودم رو تو خونه پنهان کردم. حالا شاید تو بگی مگه معلول بودن جرمه؟ نه جرم نیست، فقط با یه نگاه، با یه حرف مجبوری از تمام خواستهات دل بکنی. حالا فقط تو این دنیا من بودم و یه گوشی. با همین گوشی ساده یاد گرفتم بخونم، بنویسم. موبایلم شد معلم، منم شدم شاگرد. اونقدر با هم کار کرد که تونستم حرف دلم رو بنویسم، یا شاید شعر شدم. حتما واسه سواله، مگه کسی رو نداشتیه که دلخوشیت همین موبایلت شده؟ چرا داشتم. اول خدا، بعدم خانواده خوبی که داره. زندگی من جوری بود که به خاطر خیلی چیزا مجبور بودم به خیال خواسته هم باشم و دل بکنم از تک تک آرزوام. من توی روستایی بودم که آدمای این روستا هنوز واسه شون جا نیفتاده بود که یه معلول میتونه خیلی کارا کنه، میتونه درس بخونه، میتونه مثل بقیه آدما باشه، اما هنوز این چیزا واسه شون محاله. یک معلول جسمی حرکتی میتونه درس بخونه، میتونه کار کنه، اصلا ذهنش، هوشش، عقلش چجوری میتونه بنویسه، چجوری مداد رو بگیره دستش. خلاصه این شد که من یه عمر خودم رو تو خونه پنهان کردم پشت دیواری که فقط توی ذهن و فکرم با تک تک آجرای دیواری که خودم برای خودم ساختمش، فقط توی خیالم چیدم رفت بالا. این دیوار فقط خودم رو باهاش گول میزنم.